آدولف هیتلر در یک دقیقه. وقتی از هیتلر صحبت میکنیم خیلی ها فکر میکنن که با یه دیو دو سر طرفن، اما واقعیت اینه که هیتلر گیاهخوار بوده، سیگار نمیکشیده، مشروب نمیخورده، طرفدار عجیب و غریب حقوق حیوونا بوده، اما در عین حال با یه امضا دستور قتل میلیون ها انسان رو هم صادر میکرده. ماجرا از اونجایی شروع میشه که سال 1889 توی یه شهر مرزی کوچیک در امپراتوری اتریش یه کودکی به دنیا میاد به نام آدولف هیتلر. اما این شهر دقیقاً کنار مرز آلمان بود و هیتلر از همون بچگی بیشتر خودش رو آلمانی میدید تا اتریشی. جوان‌تر که شد ارتش اتریش ازش خواست که پاشه بره سربازی، اما فرار کرد و رفت آلمان. یه سال بعدش هم جنگ جهانی اول شروع شد و هیتلر به ارتش آلمان ملحق شد. اون موقع ها توی اروپا بیشتر آدما معتقد بودن که کنترل همه چی از اقتصاد و بانک ها گرفته تا رسانه دست یهودیاست و هیتلر هم یهودی‌ها رو مقصر همه چیز میدید، تا اینکه سال 1920 به حزب کارگران آلمان پیوست و خیلی سریع هم پیشرفت کرد و یه طوری سخنرانی میکرد که با حرفاش مردم آلمان رو جادو میکرد و طولی نکشید که تلاش کرد با یک کودتا قدرت رو به دست بگیره، ولی شکست خورد و افتاد زندان. بعد از آزادیش عاقلانه تر رفتار کرد و این دفعه تونست با سیاست و تبلیغات به مقام صدر اعظمی آلمان برسه، تا اینکه سال 1939 جنگ جهانی دوم رو شروع کرد و تبدیل به مردی شد که نیمی از اروپا زیر پاش بود. اما غرور و طمع کار دستش داد و سال 1943 بعد از گیر کردن توی باتلاق سرمای شوروی و ورود آمریکا به جنگ ورق بازی برگشت و نهایتاً 3 آوریل 1945 هیتلر وقتی که فهمید همه چیز تموم شده و همراه همسرش که تازه 40 ساعت پیش باش ازدواج کرده بود خودکشی کرد و به زندگیش پایان داد. همین